ای جماعت غدار صوفی خرافی سیفی که امروز در لباس مسلمان در کنار طالبان قرار گرفتید، ای پیروان پیر سیف الرحمن که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتابهای خودش توهین و اهانت می کند، شما سیفی هایی که امروز به نام اسلام، به نام مسلمان در کنار امارت اسلامی قرار گرفتید، مخالفین خودتان را، انسانهای مظلوم و بیگناه را به تهمت سلفیت و نمیدانم وهابیت و اخوانیت و فلان و علان میبرید، شکنجه میکنید، میکشید، اعدام میکنید، حتی به جسد اونام رحم نمیکنید. در چند روز قبل یکی از دوستان میگفت در یکی از کانال ها در ننگرهار وقتی که به خاطر دختر بچه‌ای به آب افتاده بود، آب را قطع کردن، جسد بیش از 60-70 عالم و دعوتگر را از داخل این کانال بیرون آوردن. شمایی که ادعای محبت و پیروی از رسول الله میکنید، صوفی هستید. صوفیا عادتا در تاریخ به این مشهور بودن که محبت بیش از حد به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن. ای جماعت صوفی سیفی گمراه، آیا این حدیث پیامبر رو نشنیدید؟ الا ان الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم که حرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا و فی شهرکم هذا. ای سیفی های گمراه که امروز مسلمان ها را به نام سلفی و نمیدانم فلان و علان میکشید، آیا این حدیث پیامبر را نخواندید؟ نشنیدید؟ این پیرهای مزخرف و گمراه شما این احادیث و این نصاحه پیامبر را به گوش شما نرساندن؟ از خدا بترسید. والله که اگر این ظلم و ستمتان ادامه پیدا بکند، همان بلایی که در دهه 90 بر سرتان آمد، خداوند یک ظالم نه 40 چند ظالمی که از هیچ ظلمی ابایی نمی کردن بر سر شما مسلط کرد. چه طیاره هایی، چه راکت هایی، چه نوع سلاحایی رو بر سر شما مسلط کرد. اتقوا دعوت المظلوم، از دعای یک مظلوم بترسید. والله دعای یک مظلوم همه تان را نابود می کند. دعای یک مظلوم همه حکومتتان را برباد می دهد. شاید دعای یک مظلوم بود که الله سبحانه و تعالی بیش از 40 چند کشور ظالم و ستمگر رو بالای شما مسلط نکرد. به زن و بچه مردم ظلم کردید، به زن و بچه تون ظلم نشد. مردم رو شکنجه کردید، شکنجه نشدید. مردم رو در زندان انداختید، سالها در زندان نیفتادید. این سنت الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ظلم کردید، خداوند بالای شما ظالمتر از شما رو مسلط میکنه. شرط همین نیست که حتما باید اون ظالمی که بالای شما مسلط میشه برادران مسلمان شما باشن. نه، دیدید خداوند ظالمتر از شما رو بالایتان مسلط کرد که هیچ رحم و مروت نداشتن، هیچ، از هیچ جنایتی هم فروگذار نکردن. بترسید سیفیا، بترسید. صوفی های گمراهی که امروز سلاح به دست گرفتید، امروز پنهانی می روید، نیمای شب در خانه دعوتگر مسلمان او را از خانه جلوی همسر و فرزندانش بیرون می آورید، اعدام می کنید، می کشید، شکنجه می کنید. از خدا بترسید که اگر الله سبحانه و تعالی به قهر و غضبش بگیرد، هیچ راه فراری نخواهید داشت. یادتان رفته است هیچ راه فرار نداشتید. شمال افغانستان نیروهای روسی و کشورهای مشترک المنافع، آن طرف ایران مرزایش رو بسته کرده بود، این طرف پاکستان بسته کرده بود، اون طرف چین بسته بود، 4 طرفتان بسته بود و طیارهای امریکایی و B-52 و موشک‌ها و راکت‌های آمریکا بود و در هر کوچه و بازار، در هر جا جنبنده‌ای نمیتوانست تکان بخورد در افغانستان. ظلم کردید، الله سبحانه و تعالی ظالمین رو بالایتان مسلط میکند. نکنید.
به مسئولین امارت اسلامی میگوییم از خدا بترسید، نگویید مجبوریم، نمیتوانیم. نگویید که اینها امروز مسلح هستند، قماندان هستند، وزیر هستند، در کنار ما هستند، ما نمیتوانیم به اینا چیزی بگوییم. بگیرید جلوی اینها رو. اینها اسلام را بدنام میکنن، اینا امارت را بدنام میکنن، اینا شما را بدنام میکنن. قهر و غضب الهی وقتی آمد، اونها تنها نمیسوزن، همه شما برباد میشوید. نکنید، اسلام را برباد نکنید، اسلام را بدنام نکنید در بین مسلمان ها. جلوی این جماعت گمراه را بگیرید، جلوی این جماعت وحشی را بگیرید، این جماعت ستمگر را بگیرید. اینا مسلمان نیستن، شرک دارن. اعتقادات سیف الرحمن اعتقادات کفری است. اعتقادات سیف الرحمن انسان را از اسلام خارج می کند، از دایره دین خارج می کند. بگیرید جلوی این جماعت گمراه رو بگیرید تا دست از این ظلم و ستم بردارن. ما امروز کم هستیم یا مشکلات داریم یا فلان است یا جنجال داریم، نمیتوانیم جلوی اینها رو بگیریم. اینها بهانه نیست. یک نفر ظالم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فریاد میزند لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اگر فاطمه دختر محمدم دزدی بکند دستش را قطع میکنم. اگر شریعت محمدی میخواهید، اگر شریعت اسلامی میخواهید، این از شریعت محمدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر فاطمه دختر محمدم دزدی بکند دستش را قطع میکنم. و امروز کلان مسئول در حکومت میگوید که والا ما نمیتوانیم جلوی سیفیا رو بگیریم، اینا مسلح هستن، نفر دارن، قماندان دارن، سرگروه دارن. آر و ننگ است. این چه شریعتی است؟ این چه دینی است؟ این چه مذهبی است؟ به خاطری که طرف با تو یک مشکل فکری دارد، به خاطر اینکه طرف با تو مثل تو فکر نمی کند، او را میگیری، میکشی، شکنجه میکنی، حتی جسدش را مسلم میکنی. اینا مسلمانن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این نصیحت را کردن که خون شما بر شما حرام است. حرم علیکم دماءکم و اموالکم. خونتان را و مالتان را بر شما حرام کرده است. یعنی خون و مال برادر مسلمانت بر تو حرام است، الا اینکه به رضا یا به قصاص. قتل کرده اعدام میشه، جرم و جنایت کرده تعزیر میشه، این جداست. اما به غیر حق شما حق نداری که یک قطره خون برادر مسلمانت را بریزی یا یک قران، یک درهم و دینار از مال او بدون اجازه او، بدون اذن او برداری.